دوستان، به کانال ارگ برتر خیلی خوش اومدید. بعد مدت ها اومدیم یک ویدیو در کانال آپلود کنیم که تحت عنوان آموزش رایگان ارگ زنی و ملودی باشه، در خدمت شما باشیم. امروز اومدیم که یک آهنگ غمگین محرمی به قولی برای شما بزنیم. امیدوارم شما خوشتون بیاد. بریم برای ادامه ویدیو. دوستان، بعد از اینکه ست رو وارد برنامه ارگ اندروید کردید، باید یه تنظیماتی درش ایجاد کنید. اول اینکه میاید از اینجا قسمت ریتم رو روی حالت سوم قرار میدید و قسمت ساز رو هم همینطور که میبینید روی قسمت P11 و قسمت نی قرار میدید روی نیوان و روی دستگاه و سیستم آهنگیش تغییراتی ایجاد نمی کنید. توجه داشته باشید که این قسمت ترانسپوزر روی مثبت 5 باشه تا ما خروجی بهتری بگیریم و اینکه همین، نکته خاصی نیازی نیست. میتونیم یه ذره صدای سازمون رو هم بیشترش کنیم و یه دمو از ساز بشنویم. خب همونطور که اول ویدیو ملاحظه کردید، ریتم ما به این صورت هستش و ما میتونیم با نوت ها و اعداد نوتی این آهنگ رو بسیار راحت بزنیم. خب این آهنگ از نوت دو شروع میشه، به حالت مرحله وار هستش که از این قسمت شروع میشه و تا اینجاها ادامه پیدا میکنه. به چه صورت هستش؟ اولین خط آهنگ به این شکل هستش. پس اولین بخش آهنگ میشه دو ره می می ره می می به همین راحتی. پس دو ره می می ره می می. این قسمت اول آهنگ با ریتم هم بشنویم. دو ره می می ره می می. خب حالا ادامهش به این صورته که فا فا می می ره ره دو ره ره، فا فا می می ره ره دو ره ره، به همین شکل. پس حالا همین چیزی رو که اینجا زدیم دوباره یه قسمت از پایین تر شروع میکنیم. می می ره ره دو دو سی دو دو، می می ره ره دو دو سی دو دو. خب تا اینجا زدیم. حالا اینها رو با به اصطلاح ریتم میشنویم. حالا ادامهش میشه دوباره اینجا ره شروع میشه، ره ره دو دو سی سی لا سی، به همین شکل. خب برای آموزش دقیق تر قسمت دوم باید بهتون توضیح بدم که بخش اول آهنگ که یادتون بود به این شکل بود. خب حالا قسمت دوم آهنگ از سی شروع میشه. به چه صورت؟ به این صورت. سی دو ره ره دو ره ره، می می ره ره دو دو سی دو دو، ره ره دو دو سی سی لا سی سی، دو دو سی 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 لا لا، به همین شکل. پس خیلی راحت ما میتونیم این آهنگ رو بزنیم. حالا کلش رو بریم با هم بشنویم.
خیلی راحت میتونیم این آهنگ رو بزنیم. اگه خوشت اومد حتما لایک کن، سابسکرایب یادت نره و توی این ایام حتما دعا یادت نره. خیلی ممنون، خدا نگهدار.